سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت مخاطبان همیشگی اندیشکده هوکشانی عصر پویا با ادامه برنامه هوکشانی تجارت خارجی بایدها و نبایدها در خدمت شما هستیم در آستانه روز ملی صادرات. امیدوارم که مطالبی که تو این برنامه از سوی دوستان و سروران بنده بیان میشه مفید فایده برای تجار و بازرگانان و سیاستگزاران تجارت خارجی کشور باشه. خب آقای بازاری، شما بحث رو شروع کنید و انشالله مدیریت بر جلسه رو به عهده داشته باشید. من در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. مدیر جلسه شما. خب به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران. ببینید ما راجع به حالا مبانی حکمرانی تجارت خارجی میخوایم یه مقدار صحبت کنیم. من خواهشم اینه که یه مقدار به قول معروف نقادانه به این موضوع نگاه کنیم و با نقد سازنده و پیشنهاد راهکارها در واقع مسیر رو یه مقدار به دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن نشون بدیم. من یه کلیاتی عرض بکنم، البته یکی دو تا شاخص عرض بکنم. امروز شاخص آزادی اقتصادی در ایران در واقع در سطح دنیا رتبه 169 از 184 کشور هست و همینطور بعضی از شاخصامون که خب بالاخره به دلایلی هنوز به قول معروف با میانگین دنیا هم فاصله داریم. اختصاصا در حوزه تجارت خارجی خب ببینید مبانی حکمرانی تجارت خارجی شامل قواعد و اصول و ساختارها و سازوکارهاست. ما در اصول که خب بحث شفافیت و پاسخگویی، ثبات مقررات، پایداری شرایط و عدالت در تخصیص منابع و خب تقویت شرکت‌ها، اینا در اصول حکمرانی در واقع باید مد نظر باشه. ما در ساختارها که خب ساختارها رو دوستان استحضار دارن در حوزه صنعت و تجارت و بحث‌های ارز و گمرک و نهادهای نظارتی قضایی، اینها حوزه زیر ساختار رو تشکیل میده. سازوکارها هم که خب حوزه تعرفه‌ها و محدودیت‌های مربوط به مقررات هست و در حوزه واردات و صادرات مشوق‌های صادراتی است، پیمان سپاری و کنترل نرخ ارز. من به نظرم میاد که همونطور که دوستان در بحث قبلی در حوزه اسنپ بک اشاره فرمودن به کلیاتی در این حوزه حکمرانی، ببینید ما به لحاظ ساختاری و نهادی و سیاست گذاری و مقررات گذاری و اجرایی و نظارت و در حوزه بین المللی ضعف‌های عمده‌ای داریم. حالا این ضعف در واقع من به نظرم میاد که با تفکیکش کرد و تقسیمش کرد در 2 تا یا 3 تا در واقع دلیل عمده که باید برسیم بهش که آیا امروز اصلاح لازم هست یا نه. همونطور که فرمودن دوستان در بخش قبلی، ببینید مدل‌های اقتصاد دنیا هم الان این رو تجربه کرده. ما در شرایط بحران ایجاد اصلاح در واقع کردیم، اصلاح ساختار دادیم. همونطور که حالا آقای صافتن هم اشاره کردن تو بحث قبل که در واقع ما حتی در دوره تعدیل اقتصادی رفتیم سمت هدفمندسازی، یا کار ندارم که درسته یا درست نیست، ولی بحثم اینه که بالاخره با یه برداشتی و بررسی عمیقی از وضعیت اقتصاد کشور باید بریم به سمت اصلاحات. من نظرم این الان میخوام بگم که آقای مهندس افخمی، شما چون تو حوزه تولید سالها بودین، ببینید ما در حوزه داخلی و خارجی نیاز به ظرفیت سازی داریم. اصلا کار ندارم این تحریم باشد یا نباشد، ما به ظرفیت سازی نیاز داریم. این ظرفیت سازی در واقع ضرورت اصلاح ساختاری رو اصلا دیگه بدون تردید کرده. یعنی شما اگه میخواید چون تو این چند سال اخیرم صحبت‌ها خیلی بود، حتی دوره دولت‌های روحانی هم بحث این بود که آقا ما چرا از 50 میلیارد 40 میلیارد فراتر نمیره صادرات ما.
پس بریم سمت این که تولید رو یه مقدار ظرفیتاشو هم ظرفیت خالی که نصب شده داریم، هم ظرفیت سازی جدید بکنیم که حالا بعضا نیازمندی‌های خاص خودش رو تو حوزه سرمایه‌گذاری داخلی خارجی داره که خب اونا من الان واردش نمیشم، ولی این در واقع دوتا پارادایم رو که ما حتما باید در شرایط بحران، حتی در شرایط تحریم، در شرایط اسنپ بک به فکر ظرفیت سازی داخلی و خارجی باشیم. حالا این ظرفیت سازی از جنس تأمین کالا و خدمات هست که مهمترینش ارزه، از جنس تأمین سرمایه خارجی، حالا سرمایه‌اش داخلی چه خارجی هست، از جنس در واقع ظرفیت سازی در مدیریت حوزه تولید در داخل و خارج هست. یعنی باید بریم این در واقع، حالا شاید خیلی بحث گسترده میشه، من نمیخوام زیاد اطاله کلام بکنم، همه اینا باعث میشه که ما بریم به سمت یه فضایی که در واقع این اصلاحات رو به لحاظ زیرساختی، حالا شاید بحث‌های مدیریتی دیگه زید این هست دیگه، در کلان باید بریم این اصلاحات رو انجام بدیم. در حوزه اقتصاد حالا به خصوص حالا زیربخش تجارت خارجی که ما امروز بهش نیاز داریم، الان خب در شرایط تحریم ها و اسنپ بکی الان فعال میشه. سامانه ها، حالا نمیخوام سامانه، منظورم از این سامانه های مجازی نیست، سامانه یعنی سیستم ها، در واقع سیستم ها در حوزه های بخش خصوصی و غیر خصوصی و یا دولت و خصولتی ها، در واقع سامانه های ارتباطات و شبکه سازی ها باید مستحکم بشه با جریانات بین المللی و منطقه‌ایمون. یعنی ما الان تمرکزمون، حالا درسته یک اشکال بزرگه اگه ما تمرکز بر همسایه ها داشته باشیم صرفاً در تجارت باختیم، ولی الان شرایطی که واقعاً باید بریم سر وقت در واقع حکمرانی تجارت خارجیمون در شرایط پساجنگ بعد از فعالسازی اسنپ بک در واقع به سمت فعالسازی ظرفیت‌های مرزیمون. حالا این در سال، من یادم سال 89 90 تو اون تحریمم این بحث جدی شد و رفتیم به اون سمت. خب ظرفیت خیلی خوبی هم هست، به لحاظ حتی شما ظرفیت تولید و تأمین کالات از کشور منطقه هم نگاه کنید، بعضی از کشورامون واقعا امکان تأمین کالا هست. حالا مسائل ارز بالاخره بحث‌های ارزش بماند، ولی خب ما تو مدل‌های خدمت شما اقتصادی میتونیم روش کار کنیم. من میخوام بگم که باز تاکید بکنم، ببینید ما الان برای این اصلاحات ساختاری نیازمند یه سری الزاماتیم. این الزامات در سطح ملی هماهنگی بالا دست میخواد، چون اگر این هماهنگی و این اراده ایجاد نشه در بالا دست حوزه اقتصاد، در واقع ما نمیتونیم این اصلاحات رو انجام بدیم. من حالا در ادامه چند تا سوالم خواهم داشت از دوستان که انشالله پاسخ بدن. اساساً میخوام اینو عرض بکنم که حکمرانی یعنی تاثیرگذاری، نه قبضه تصدی‌ها. ما دولت رو متاسفانه طوری اداره داریم در حوزه اقتصاد و به خصوص تجارت میکنیم که همه چی در قبضه دولت باشه. یعنی مجوز رو ما بدیم چون شرایط ویژه است، نمیدونم مسیر رو ما مشخص کنیم چون شرایط ویژه است، سهمیه ها رو ما مشخص کنیم چون شرایط ویژه است، سقف و کف رو ما مشخص کنیم چون شرایط ویژه است. من همیشه به دوستان بانک مرکزی هم از قدیم میگفتم، حالا گفتم ما هیچ وقت با بیانیه و نمیدونم خدمت شما عرض شود که با بیانیه و قیمت دستوری نمیشه ارزو بیاری تو تالار مبادله. الان هم همینه، یعنی دوستان میگن ما ظرف 48 ساعت این مسیر گشایش اعتبار اسناد رو انجام میدیم، ولی من از پدیروز که حتی با چند تا شرکت ها صحبت میکردم به من میخندیدن واقعا، گفتن که این حرف رو کی گفته؟ گفتم والا بانک مرکزی اعلام میکنن، نمیدونم حالا این اتفاق خواهد افتاد یا افتاده، ما خبر نداریم، شما بگین، شما تو میدونید دیگه. من سوالاتمو حالا بگم، دوستان اگر تو ذهنشون نگه دارن یا بالاخره یادداشت کنن. ما چقدر از اصول
اصول و ساختارها و سازوکارهای حکمرانیمون در سالهای گذشته منجر به تحقق اهداف تجارتمون شده یا چشمانداز تجارتمون شده در این سالها. چون دو تا نظریه هم هست الان، اصلاحات عمیق بدیم در حوزه تجارت یا نه بهبود مستمر که همیشه حالا بعضی دوستان میگفتن تو این سال کدومش اولویت داره. حالا بعضی از تجربیات دنیا میگه شما تا اصلاحات عمیق ساختاری ندی اصلا بهبود مستمر در واقع تأثیری نخواهد داشت. یکی این که الان سوالی که جدی الان مطرح میشه آیا اصلا وضعیت فعلی کشور میتونه بهانه‌ای برای عدم اصلاحات باشه؟ این رو اگه دوستان به ما پاسخ بدن خیلی خوبه. این که ما توی سالها دلیل انحرافمون از اهداف و چشمانداز حالا در حوزه حکمرانی تجارت خارجی واقعا چی بوده؟ این دلایل به چه دلیل ما نتونستیم این حکمرانی رو خوب انجام بدیم، تاثیرگذار انجام بدیم، با اثر بخشی بالا انجام بدیم؟ این نکته بسیار مهمیه. یعنی بالاخره و این که درصد نفوذ اوکراینی ما، یعنی منظورم دولت هست، چقدر بوده؟ مردم اصلا قبول دارن این نفوذ اوکراینی رو، تأثیرش رو دیدن؟ این تأثیر رو واقعا الان باید ارزیابی کنیم دیگه. به نظرم حالا دوستان قطعا از من بیشتر استعداد دارن، سرکوب نرخ ارز تو این سنوات گذشته و تا الان که ادامه داره و بانک مرکزی میگه من با 70,000 تومان نرخ ارز دلار 70,000 تومانی میخوام واردات مدیریت کنم، که به نظرم یکی از اشتباهات هست و خب دوستان میتونن روش باز فرمایشاتشون رو بگن. ما الان قطعا سیاست توسعه صادرات نداریم، علی‌رغم که استراتژی تعریف کردیم و اعلام هم کردیم که استراتژیمون در دولت 14 حالا نوتر شده، این استراتژی ها جدیدتر شده، ولی در کیفیتش هنوز شک و تردیده، در محتواش هنوز شک و تردیده. شما در رابطه با این موضوع آیا نظری دارید؟ اصلا آیا ما تو شرایط تورمی الان یا شرایط بعد از فعال شدن مکانیزم معاشی اصلا جایگزین واردات رو هنوز توسعه میکنید یا نه؟ چون من خودم به عنوان کارشناس و حالا 25 سالی که کمتر از شما در واقع در حوزه تجارت بودم، من این تأثیر رو هیچ وقت ندیدم. یعنی ما اگر فقط اقلام ضروری کشور رو با ارز ترجیحی دولتی هر چی هست، میخوایم اسمش هر چی بذاریم، وارد بکنیم که اون هم در واقع کنترل قیمتش در سطح عمومی دست ما نیست. یعنی شما نگاه کنید الان شما ما چقدر قیمت مرغ و تخم مرغ تونستیم با تامین ارز نهادها کنترل کنیم؟ انجام شده های صافته؟ نشد. ببینید مرغ وقتی که میاد یه قیمتی داره، وقتی قطعه میشه دیگه از اون حالت قیمت گذاری دستوری در میاد. این دیگه مکانیزم بازاره دیگه. اینو من پوست میگنم یه قیمت دیگه میشه، چربیشو جدا میکنم یه قیمت دیگه میشه، اگه خوشگلش بکنم یه بسته‌بندی هم بکنم یه قیمت دیگه میشه. بعد دیگه توی طبقات دهک‌های مختلف یه مرغ رو میشه تقسیم بندی کرد. در حوزه دیپلماسی تجاری و اقتصادی اینا در واقع در همتنیدگیشون برای ما هنوز مشخص نیست، یعنی تأثیر مثبتش رو نمیبینیم که ما به عنوان حوزه دیپلماسی تجاری و دوستانمون در وزارت خارجه به عنوان حوزه دیپلماسی اقتصادی در سطح بین المللی واقعا اینا کجا به هم پیوند میخوره و منفعت کشور از توش در میاد. اینا رو میخواید تو 45 دقیقه توضیح بدید؟ نه خیلی خلاصه است دیگه. حالا شاید مثلا مشکلاتش هم میشه. ما مثلا می‌بینیم کشور خوب میشه. حل بشه چی میشه؟ و سوال آخرم هم اینه که واقعا نقش بخش خصوصی تو حکمرانی توی سالها چی بوده؟ البته آقای صافتلی اشاره کردن که ما نشستیم در دفتر مقررات این کارا رو کردیم. من خودم منتقد این رویه‌ها هستم، چون همیشه اعتقاد داشتم حتی ما اگه می‌خوایم ردیف‌های تعرفه رو مثلا تو گروه 4 ممنوعیت واردات هم بچینیم، باید بخش خصوصی بیاد به ما مشورت بده. اومدن. بله.
نه چون شما نگفتید من گفتم شاید بدون چیز 3 نفری خلاصه گفتید چیدیم. اینم سوال آخر. من یه تکمیل بکنم صحبت‌های آقای بازاری رو، بعد در خدمت دوستان هستیم. هر بخشی از سوالات آقای بازاری رو مایل بودید جواب بدید، ما هم تو همون بخش ادامه میدیم، چون واقعا به قول آقای مهندس افخمی اگر همین رو بگیم دیگه همین مشکلات مملکت حل میشه دیگه، ما مشکل نداریم. ولی خب خیلی خوشحالم که آقای بازاری یک جنبندی کاملی از مشکلات رو داشتن. این نکته اولی که آقای بازاری فرمودن در مورد ظرفیت سازی، من میخوام شاید یک سوال کلی داشته باشیم. نسبت حکمرانی تجارت خارجی ما با تولید ما چی است اصلا؟ با صادرات ما چیه؟ من اعتقاد دارم در کشور ما آقای بازاری چیزی به نام حکمرانی تجارت خارجی اصلا وجود نداره. چرا؟ برای اینکه من یک قانون بالادستی دارم به نام قانون برنامه 7 توسعه. در قانون برنامه 7 توسعه آقای مهندس افخمی در مورد صادرات که همه در موردش صحبت میکنیم، میگیم پیشران هستش، صادرکننده سرباز هستش، فلان فلان فلان، در مورد صادرات غیر نفتی فقط یک ماده داریم. یک ماده. آقای مهندس مودودی، آقای صافدل چی گفته؟ گفته که میانگین رشد صادرات در طول سالهای برنامه 23%. والسلام. و یک ماده دیگه من نمیدونم این ماده از کجا میارن، به خود من نمیدونم. من یه وقت میگم حکمرانی تجارت خارجی نداریم، همینه، میخوامش کمک کنیم به دولت. من بحث هیچ دولتی نه، بحث حاکمیت رو داریم میگیم. یه ماده دیگه هم داریم که آقا سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تمهیدات لازم جهت حمایت از کنسرسیوم ها و شرکت های مدیریت صادرات رو مبذول دارد. این نشون میده که حکمرانی تجارت خارجی ما هنوز مفهوم شرکت مدیریت صادرات رو نمیدونه، مفهوم صادرات رو نمیدونه. از کجا 23% شما آوردی؟ چرا نمیگی 22%؟ چرا نمیگی 21%؟ من اعتقادم این هستش که ما نسبت حکمرانیمون رو با تولید و تجارت روشن کنیم، همه مشکلات ما حل میشه. اگر اجازه بدید آقای افخمی از سمت آقای مودودی شروع کنیم و در خدمت شما باشیم. عذرخواهی می‌کنم. فقط سقف بذارید بره جلسه. چش. سقف جلسه ما عرضم حضورتون که ما 6 تموم هست جلسه ما. من استدعا هستش که هر یک از دوستان 10 دقیقه تو این حوزه صحبت کنن که 5 دقیقه هم آقای بازاری جنبندی داشته باشن که ان شاءالله بحثمون تموم بشه. عذرخواهی می‌کنم. خب من اولا که خوشحالم که حداقل توی یه قسمت ما رشد داشتیم، یعنی تو برنامه 6 21.7% بود، تو برنامه 7 23% شده دیگه. حالا اینکه واقعا ما تونستیم توی دوره ششم بتونیم برنامه 6 21.7% رشد کرد. من خاطرم از اتفاقا یکی از این جلساتی که اتفاقا برای همین بحث برنامه سالانه بود و تطبیقش با این چشم‌انداز حالا وزارت خارجه اینو گذاشته بود، من یه اعتراض رو کردم، گفتم شما به ما میگید 21.7% رشد، الان شده 23%. خدا کمک کنه به این بچهای سازمان توسعه تجارت. گفتم وقتی شما میگید 21.7% رشد یعنی چی؟ این اولین سوالی که واقعا ما به عنوان یک کسی که در حوزه تجارت خارجی مأموریت داریم سوال میکنیم. 21.7% چقدرش به من سازمان توسعه تجارت مربوطه؟ اولین بحثی که ما در بحث توسعه تجارت داریم اینه که ما باید با دنیا رابطه‌مون درست باشه. برای که من باید تجارتمون به صادراتمون رو به دنیا انجام بدیم دیگه. پس موضوع اول اینه که من بتونم این ارتباط بدون تنش خودم رو با بازارهای جهانی داشته باشم. 2، من باید بتونم ارتباطات بانکی خودم رو هم با دنیا داشته باشم دیگه. بازم هم بخش اول و هم بخش دوم که ارتباطات بانکی هست خارج از اراده سازمان توسعه تجارته. اصلا در دست ما نیست. این ابزاری در اختیار ما نیست که ما بگیم از فردا صبح ما سیستم بانکی با دنیا لینک میشه و ما این تجارت رو میتونیم انجام بدیم. 3، ما باید با دنیا این تعامل رو داشته باشیم که تکنولوژی‌های روز رو و فناوری‌های روز رو در اختیار ما قرار بدن. آیا باز ما میتوانیم به عنوان سازمان توسعه تجارت رأساً اقدام بکنیم و این تکنولوژی‌های روز رو به خدمت بگیریم و بیاریم در اینجا پیاده بکنیم؟ و بعدش حالا وارد فاز داخل کشور میشیم. شما وقتی که 3 روز از هفته رو یک کارخونه برق نداره، من میخوام بهش چی بگم که آقا شما تولید رقابت پذیر انجام بده؟ وقتی گازوئیلش واقعا یه جوری هست که تولیدش رو حتی تولید روزمره‌اش هم به خطر میندازه، ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که شما تولید رقابت پذیر داشته باش. حتی ما موضوع برند رو که به هر حال یکی از سرفصل‌های مهم در توسعه بازارها هست وقتی مطرح می‌کردیم، در
پشت قضیه وقتی شما گاز ندارید، برق ندارید، آب مشکل داره، نمیدونم گازوئیل مشکل دارید، دیگه اصلا صحبت از برندم میشه یک صحبت تشریفاتی و به قول معروف لوکس که اساسا هیچ خاصیتی نداره، یعنی اون رو هم ببره تو حاشیه. عرضم اینه که حالا باز میریم وارد بحث بهره‌وری میشیم، کارخونه‌های ما چقدر بهره‌وری باز دارن، این تکنولوژی‌های قدیمی که داریم چقدر قابلیت اینو دارن که رقابت بکنن با مدل‌های جدیدی که الان وارد عرصه شده، بحث فناوری‌های نوین، بحث نوآوری‌هایی که ما لازم داریم، بحث ترکیب های تک، یعنی بتونیم این ترکیب های تک رو داشته باشیم. ببینید ما بخش عمده‌ای از صادرات ما با تکنولوژی پایین انجام میشه و این کدوم چه تهدید بزرگی داره که کشورهای همسایه‌ای که الان دارن از ما خرید میکنن محصولات رو به راحتی میتونن این کارخانجات رو جایگزین بکنن. بنابراین ما باید بریم به سمت های تک. برای اینکه بخوایم مقایسه کنیم می‌بینیم سهم محصولات های تک از تجارت خارجی ما کمتر از 3%. یه فاجعه است برای ما نتونستیم واقعا این سهم رو افزایش بدیم. بنابراین باید منتظر باشیم که اگر ثبات سیاسی به عراق و به افغانستان رفت، کما اینکه الان می‌بینیم هم در بحث سیمان و هم در بحث فولاد تقریبا ما این تجربه رو داریم در عراق می‌کنیم، ما به مرور بازارهای فعلیمون رو از دست بدیم و اون مگا پروژه‌های صادراتی که اساساً باید شکل بگیره، اینها هیچ کدومشون به نظر من در دایره اقتدار و در دایره تصمیم گیری سازمان توسعه تجارت نیست که بخواد براش تصمیم بگیره. برای من فکر می‌کنم که صحبت از این که واقعاً سازمان توسعه تجارت چقدر میتونه این 23% رو محقق بکنه، یه تصمیمیه برای یک سازمانی که هیچ ابزاری برای تحققش در اختیارش نیست. میدونید فقط میتونه آخر سال ما به قول معروف گزارش بده که آقا مثلا من از این 23% نیم درصدش هم نتونستم محقق کنم. این متأسفانه هم کما اینکه تو سالهای گذشته رخ داده. برای من فکر می‌کنم گذاشتن این اهداف و این چشم‌اندازها یه چیزه که حالا یه نفری در بالا نشسته تصمیم گرفته آقا 23% به قول شما مبناش هم مشخص نیست که چیه و اصلاً هم به گذشته نگاه نکرده که زمانی که شما 21.7% محقق نکردید چجوری باز رفتیم به سمت 23%. این خودش جای سواله. بله، و این شرایطیه که روز به روز هم داره سخت‌تر میشه. ولی از اون طرف هم خب کسی که میگه آقا شما متولی این بخش هستی باید بگه ابزار چیه، من این ابزار در اختیارت قرار دادم و ازت بر اساس این ابزارهایی که در اختیارت بوده ازت انتظار دارم، که خب این رو هم متاسفانه نداریم. وقت داره تنیسو؟ نه من میگم دوستانم صحبت کنم. آقای صافی در خدمت شما هستیم. پس بذارید من یه سازمان توسعه تجارت مطلوب شما چه سازمانی هستش؟ اینا بگید بعد ان شاء الله. ببینید من واقعا معتقدم که سازمان توسعه تجارت باید دو بخش بشه. یک بخش حاکمیتی که بتونه واقعا در رابطه با بحث‌های کلان حاکمیتی تصمیم گیری بکنه و بتونه اونها رو در قالب یک حکمرانی پیاده سازی بکنه، الگو سازی بکنه، و یک بخشی که واقعا سازمانی باشه که وارد جریان تجارت بشود، مثل TPO هایی که در دنیا هستن. واقعا ما نگاه میکنیم که الان مثلا اگر که الان سازمان توسعه تجارت ما 600 تا مثلا یا 500 تا نیرو داره، اساسا این 500 تا نیرو تو ایران نشستن و قرار برای دنیا تصمیم بگیرن. اگر واقعا بخوایم یه سازمان توسعه تجارت پویایی داشته باشیم، باید اون بخش TPOش بایستی حداقل 500 نفر یا حداقل 300 نفرشون در خارج از کشور مستقر باشن. ما باید در تمام دنیا نیرو داشته باشیم و در تمام دنیا بتونیم مذاکره بکنیم و بتونیم بازاریابی بکنیم، بازارسازی بکنیم، مذاکره بکنیم، تفاهمنامه امضا بکنیم. ما این قسمت رو نداریم. انگار ما اینجا نشستیم و میخوایم جنسمون رو مثلا به اروپا بفروشیم ولی از داخل مثلا شهر تهران. خب امکان پذیر نیست واقعا. من فکر می‌کنم سازمانی اگه بخواد پویا باشه حتما باید چالاک بشه و بایستی برای که چالاک باشه از حالت سازمان حاکمیتی تبدیل بشه به یه شرکت اجرایی و هیئت مدیره داشته باشه، هزینه فایده بتونه بکنه، سازمان توسعه‌ای باشه. ما تنها سازمان توسعه‌ای هستیم که اسم توسعه رو یدک میکشیم اما سازمان توسعه‌ای نیستیم. ما اجازه نداریم خارج از چارچوب به قول معروف بودجه‌ای خودمون حرکت بکنیم. خب طبیعیه که ما تو این وضعیتی که یه دفعه قیمت ارز چند برابر میشه، رایزنای ما بحران میخورن، مجبوریم تعداد رایزنانمون کاهش بدیم. در صورتی که ما وارد بازار میتونستیم بشیم، خودمون میتونستیم تعامل کنیم و خودمون میتونستیم درآمد کسب کنیم، ممکن بود ما هر روز مثلا 2 تا یا 3 تا یا 10 تا به قول معروف رایزنای خودمون و به فعالان حوزه رایزنی خودمون در کشورهای مختلف اضافه می‌کردیم. من فکر می‌کنم ما یه اداره کلیم، یعنی من احساس اینو ندارم واقعا یه سازمان هستیم که میتونه ورود بکنه، سرمایه‌گذاری بکنه،
جذب سرمایه بکنه، جذب شریک تجاری بکنه، پیوندهای اقتصادیش رو توسعه بده و حالا اون برنامه‌ای که براش تدوین شده از طرف سیاستگزار رو محقق بکنه. یه نکته هم اشاره کنید به قدرت تصمیم گیری مدیران که این قدرتشون گرفته شده. این رو هم یک چالش بزرگ که چون می‌دونم همه دوستان با این چالش روبرو بودن که شما یه تصمیم میگیرید بعد نهاد بالادستی یک ایرادی به شما میگیره. همین بحث رایزنا رو میگم چون میدونید که سازمان تا اونجا که من خبر دارم هنوز حساب ارزی نداره، باید ریال بازار بدهد ارز بگیرد. یا مثلا فرض میکنیم تو سازمان اعلام مثلا توی قوانین بالادستی میگه اون کسی که میخواد به عنوان رایزن استخدام بشه باید حتما کارمند رسمی کشور باشه، مثلا قراردادی نباشه. خب به هر حال ما محدودیت تو این حوزه ها داریم. ما نمیتونیم یک محدوده ایجاد کنیم آقا فقط ایشون فرد قمری باید بده رایزن بشه. نه، افراد با استعداد داریم که این اتفاق براشون افتاده ولی تبعاتش برای مدیران بالادستی بوده و این قدرت تصمیم گیری رو کم میکنه. اینی که میگیم در یه دوره ما 20 تا رایزن داشتیم، در یه دوره 2 تا بوده، من فکر کنم بخشش به همین بوده، یعنی بخشی که جرأت رو از مدیران ما گرفتن برای تصمیم گیری. یکیش اینه. دومین نکتهش حالا فراموش نکنید، من عرض کردم گفتم یه زمانی ما میایم شرکت عظیم ایران میشیم و بعد هدفمون واقعا تولید ثروته. بیاید داستان رو از یه طرف دیگه نگاه بکنیم. اگر همین الان به ما بگن که آقا شما اجازه دارید در خارج از کشور هر چی میخوای رایزن اضافه کنی ولی خودت درآمدش رو به قول معروف در بیاری، یا مثلا 1 سال 2 سال بودجهش میدن، آیا ما به عنوان یک به قول معروف کشوری که میخواد توسعه صادرات بکنه، مدیری که میاد اونجا میشینه که شما گفتید اختیارات مدیر، آیا ما میتونیم فردا بگیم چون اروپاست، کشور مثل نروژ هواش خوبه، بلژیک، بعد من مثلا میخوام 4 تا آدم توانمند بازرگان رو بفرستم که مثلا اونجا بازاریابی بکنن، یا نه دوباره فشار میارن سفارش میکنن که این آدم بره. مثلا میدونید میخوام بگم واقعا ما یک ملغمه‌ای از تمام شرایط پیچیده و مبهم داریم که هدف در نهایت توسعه درآمد اقتصادی کشور نیست، اصلا هدفی نیست. وگرنه ما واقعا ظرفیت‌های خیلی بالایی تو کشور داریم، چه به لحاظ گردشگری، چه به لحاظ معدنی، چه به لحاظ صنعتی، چه به لحاظ حتی علم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم ولی هیچ کدوم به کار گرفته نمیشه. چون به نظر من مثل اون بچه پولداریه که باباش داره بهش از مسیر نفت داره پولو تزریق میکنه و حالا کارم کردی نکردی هم مهم نیست، ضرر دادی. ولی واقعیت قضیه اینه که اگر یه ساختار سالمی باشه و یک ساختاری باشه که بگه اگر شما درآمد کسب نکردی قطع میشه درآمدات، حالا اینجا به نظر من اتاق بازرگانی میتونست ورود بکنه و واقعا ایفاگر نقش باشه و حالا سازمان توسعه تجارت کنارش باشه. به نظر من اگر این فضا رو ما نتونیم بسازیم و ساماندهی بکنیم و این رویکرد و غالب نکنیم در شیوه‌های تصمیم سازی و تصمیم گیری، خیلی راه دوری نخواهیم رفت متاسفانه. خیلی ممنون، تشکر. دقیقاً آقای صافتل، شما 10 دقیقه فرصت دارید که همه نکات رو بفرمایید، در خدمتتون هستیم. همه نکات رو که نمیتونم بگم چون هم آقای مهندس بازاری بارمون رو سنگین کرد و هم شما بشه بزرگوار شما افزودید. ما استفاده می‌کنیم از مطلب شما. اما من یه جمله قبلا عرض کردم، این که سیاست و بستر سیاست و توسعه روابط سیاسی بستر توسعه تجارته، این رو مد نظر داشته باشیم. نمونه‌های زیادی رو هم در دوره مسئولیت خودم شاهدش بودم به عنوان تجربه از کشورهای دیگه. در 1-2 سفری که در دوره مسئولیت من چه آقای عبدالله گل و چه آقای اردوغان به ایران آمده بودن، در هر بار سفرشون یک هیئت تجاری 200-300 نفری همراهشون می اومد و این هیئت وقتی که می اومد از فرصت حضور رئیس جمهور برای مذاکره و امتیازگیری نهایت استفاده رو می کرد. از بحث‌های چالشی مثل قیمت گاز گرفته تا بحث‌های توسعه به اصطلاح ساخت ساز در پرند گرفته که یادم اون شبی که آقای سفر دوم فکر می‌کنم آقای اردوغان بود به تهران آمده بود، غروبی رسید تهران، گفت میخوام برم پرند رو ببینم. بعد بهش گفتن که الان پرند آماده نیست، ما اونجا توی برنامه‌مون نیست، پوشش امنیتی نداره. گفت نه من باید برم. خلاصه اصرار کرد و فلان و تو راه هم به اصطلاح گفتن که مثلا پیمانکارا بیان. چند نفری اومد، یه توقفی کرد، گفت من میخوام بهتون بگم، به پیمانکاراشون گفت ایرانی‌ها به ما اعتماد کردن، این پروژه رو به ما دادن، حتما با کیفیت بسازید و سریع بسازید. و خداحافظ خلاصه حساب اومد. یعنی در بعد به ورودش که وقتی که اومد توی ایران رفت به اون پروژهشون سرکشی کرد.
بعدش هم در طول این چند روزی که بود یه هیئت مفصل 200-300 نفره، اینا توی شرکت‌ها، کارخانجات، شهرهای مختلف بودن، گاه و بیگاه هم به اصطلاح هم تو لابیگری می‌کردن، از این وزارتخونه اون وزارتخونه براشون وقت می‌گرفتن و بستر بازارگشاییشون رو مهیا می‌کردن. یا در تجربه مشابه یادمه که نخست وزیر هند که آمده بود تهران یه هیئت 200-300 نفره رو همراه خودش داشت، باز هم با همین کیفیت. ما سالهای ساله که این بخش رو به صورت گهگاه، به صورت مثلا پاره وقتی، گاهی بله گاهی خیر داریم. من در دهه 70 مدیر کل بازرگانی سیستان بلوچستان بودم. در یک سفری که اجلاس مشترک ایران پاکستان بود، آقای سعید کیا فکر میکنم اون موقع وزیر راه بود، به عنوان رئیس اجلاس مشترک بود. من پیشنهاد کردم که شما که دارید میرید اونجا، کلی از این حرفایی که میزنید میخواید برای بخش خصوصی تفاهم نامه ایجاد بکنید، اجازه بدید ما بخش خصوصیمون رو هم همراه بکنیم. خیلی تلاش کردم، زنگ دادم اینور اونور، دفتر وزیر به هر حال جوان بودیم و متناسب با جوان است و جویای نام آمده، به اصطلاح خلاصه خودمون رو غالب کردیم. پذیرفتن، گفتن که اتاق بازرگانیتون رو بگید یه لیست 7-8 نفره‌ای به ما بده که مرحوم آقای عبدالحمید ریگی و آقای نشاطیاب و آقای رحیمی و آقای محمدی و آقای ابراهیمی، اینا رو همه رو باشون همراه کردیم. رفتن هیئت که از تهران با پرواز حرکت کرد رفت، به ما زنگ زدن گفتن که آقای صافت‌الله وزیر گفته که اگر آقای صافت‌الله مایله و میتونه خودش رو به این هیئت برسونه. ما زنگ زدیم هیچ پروازی نیست. بعد گفتیم که خب بریم ما از زاهدان خودمون رو برسونیم. توی زاهدان کنسولگری بود، ویزا گرفتیم، بعد رفتیم با قطار رفتیم. 56 ساعت از زاهدان تا کراچی تا اسلام آباد طول کشید. ما اول رفتیم کویت، توی کویت با قطار رفتیم، یه تحسنی بود و خیلی داستان عجیب غریبی بود، ناامنیایی که توی راه دیدیم. و اصلا من یک بار کل مسیر به اصطلاح پاکستان رو زمینی به خاطر این سفر مجبور شدم که برم 56 ساعت. و اون سفر یه مطلعی شد که بعدش هم 1-2 تا هیئت تجاری به ما اجازه دادن، هیئت فرستادیم که از توی اون خیلی کار در اومد. میخوام بگم موضوع بستر دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهاست، تجربه شده در دنیا، جواب داده. ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. در همین هیئت‌هایی که توی دوره برجام و این سالها بودم، دیدم که خیلی از هیئت‌ها که می اومدن بخش خصوصی به صورت فعال در اتاق بازرگانی بود، یا هیئت‌ها هم همراه می‌رفتن که این خیلی اقدام موثری بود. در دوره مسئولیت خود ما هم کمک هزینه سفر میدادیم، کمک هزینه تبلیغات و بازاریابی و نمایشگاه و حضور در هیئت‌ها و تشکل‌ها رو میدادیم که اینها شکل گرفت. این اقدامیه که الان هم در بدنه مجموعه سازمان توسعه تجارت باید اتفاق بیفته. اینکه آقای مهندس بازاری فرمودن چرا ما چند سالی است از 50 به بالا عدد صادراتمون اتفاق نمیفته؟ ببینید آقای مهندس بازاری، شما از یک عددی به یک عدد دیگری که میخواید برید، وقتی که یک فروشگاه بزرگ دارید، ببخشید من خیلی عامیانه مثال میزنم، و یک سوپر مارکت، یه بقالی محله‌ای دارید که خوب میفروشه، اگر بناس این فروشش به اندازه شهروند و رفاه و به اصطلاح هایپر مارکت بزرگ برسه، باید قابلیت‌های اونها رو ایجاد بکنه، ولی اون بقالی یک ظرفیتی داره. ما الان در حوزه تجارت خارجیمون حجم تجارتمون با اروپا، با آمریکا، با آفریقا، آمریکای لاتین، با آفریقا، با اقیانوسیه در حد اقلیه. ما غالبا تجارتمون با آسیاست و در آسیا هم به صورت متمرکز عمدتاً با کشورهای همسایه است و این تمرکز در همسایه ها ظرفیتش بیشتر از این نیست. سهمی که ما در رقابت با دیگران میتونیم از بازارهای منطقه‌ای بگیریم همین حدوده، مگر اینکه این مسیر رو ما بتونیم توسعه بدیم، این بستر رو، این مسیرهاش رو، چیزی که آقای مهندس مودودی هم فرمودن، اینکه بازارهای جدیدی باز بکنیم، بتونیم بحث روابط بانکیمون رو، بسترها رو از یک حدی به بالا به همون اندازه‌ای که شما می‌خواید توسعه بدید، باید بسترهای بیمه و بانک و گمرک و همه زیرساخت‌های لازم رو شما توسعه بدید و الا در همین حدی که هست باقی خواهد ماند. اما یه بحثی رو فرمودید راجع به سازمان توسعه تجارت، این که الگوی موفق سازمان توسعه تجارت
چه میتواند باشد؟ به نظر من همونی که در اساسنامه‌اش آمده. یک چیزی به عنوان سازمان توسعه تجارت به دنبال یک کار مطالعاتی اتفاق افتاد در اوائل دهه 80 و قرار بود با الگوهایی که از جترو، کوترا، نمیدونم ژاپن، کره و بقیه و استرالیا کجا ایده گرفته بودن، قرار بود یک سازمان چابک با اختیارات لازم با بودجه کافی شکل بگیره و در این بیاد تسهیل کننده تجارت خارجی و بسترساز بازاریابی کشور باشه. خب زیرساخت هایی که داشت، یه شورایی داشت که این شوراش تقریبا فکر میکنم هیچ وقت شکل نگرفت. شورای سیاستگذاری فرمایید. شورای سیاست. یه شورای سیاستگذاری داشت که این شورای سیاستگذاریش معاونین وزارتخونه‌های مختلف بودن و اتاق بازرگانی تعاون هم بود. یک هیئت دولت کوچک بود با اختیاراتی که نمایندگان بخش خصوصی هم در کنارش بودن. همون قرار بود که در مورد حوزه‌های بازرگانی خارجی، رایزن‌ها و امثالهم تصمیم بگیره، انتخاب رایزن‌ها رو اون سیاست گذاری بکنه، حتی اعزام نیرو رو اون سیاست گذاری بکنه. این شورا هیچ وقت تشکیل نشد و بعدش هم توی همون سالهای دهه 80 همون اوائلش من یادم مرحوم آقای دکتر توکلی یه فراخوانی داده بودن وزارت بازرگانی وقت رو، فکر میکنم اون موقع آقای دکتر افقهی و آقای دکتر توفیقی رفته بودن توی جلسه. آقای توفیقی این رو به خود من گفت که آقای توکلی گفته که ما اجازه نمیدیم اون حیات خلوتی که مراکز تهیه و توزیع برای وزارت بازرگانی ایجاد کرد حالا بخواد این سازمان توسعه تجارت ایجاد بکنه و لذا شما در یکی از بندهای اساسنامه‌تون آمده که از شمول ضوابط آیین‌نامه‌های مالی دولت معافه، این رو اولا باید بردارید، بعدش هم همه درآمداتون باید به حساب خزانه بره. علت این که مراکز تهیه و توزیع اومد بستر یا ظرف سازمان توسعه تجارت شد و این سازمان جدید و مرکز توسعه صادرات و مراکز همه با هم ادغام شد، یه ایده‌ای بود که اینها گفته بودن که این مراکز تهیه و توزیع اجازه یک درآمد داره که الان اون درآمده شده ثبت سفارش و این یک عددیه، ما این عدد رو بیایم به نفع سازمان توسعه تجارت هزینه بکنیم، پشتوانه برنامه‌های سازمان توسعه تجارت بشه. تصمیم بدی نبود، مثل بقیه سازمان‌های مشابه که یک درآمد، سازمان‌های مشابه البته از تحقیق، بازاریابی، به اصطلاح نمیدونم بسترسازی صادرات، اینها درآمد دارن و از محل درآمد خودشون هزینه میکنن. این قدری به اصطلاح دولتی بسته نیستن و اساساً اینکه آیا شکل سازمان توسعه تجارت یک سازمان تسهیلگر باشه یا یک سازمان حاکمیتی سیاستگزار باشه، هنوز این مدل توی ایران به جمع‌بندی نرسیده. ماها توی همین جلسه هم بعضی‌ها معتقدیم که باید سیاستگزار باشه، دفتر مقررات باید باشه، شاید یه ایده دیگه هم باشه که نه، باید اون قابلیت‌های پروموشنش که در ادامه اسمش اومده TPO، اون به اصطلاح اوش، به اصطلاح ما ترکیبی از توسعه و ترکیبی از به اصطلاح در واقع تسهیلگریه. اگر قرار باشه که اون تسهیلگریش نقش پررنگش باشه، پس اون بخش حاکمیتی سیاستگذاری دفتر مقرراتش باید جدا بشه و اگر اون جدا بشه این قابلیت رو پیدا میکنه که درآمد داشته باشه. اگه درآمد داشته باشه میتونه به اصطلاح برای خودش یک بسترسازی بکنه. اون درآمده رو اومدن از سازمان توسعه تجارت گرفتن، اون معافیت از شمول به اصطلاح ضوابط عمومی بودجه رو هم ازش گرفتن. عملاً شد یک سازمانی که برای یک نفری که میخواست استخدام بکنه باید هفخان رستم رو طی میکرد، یه نفری که میخواست رایزن انتخاب بکنه که حالا این رایزن رو اتاق بازرگانی و تعاون و وزارت امور خارجه و ما و دیگران همه نظر داده بودن و دستگاه امنیتی، میرفت اینقدر در پیچ و خم اداری قرار میگرفت و تایید و تصویب نمیشد که یا رایزنه مثلا پدرش فوت میکرد دیگه اصلا زندگیش تغییر میکرد نمیتونست بره، یا مثلا تا قبلش بچهش میخواست باش بره حالا بچهش شده بود سرباز دیگه نمیتونست بره، یا اینکه مثلا اون کشوری که میخواستیم بفرستیم مصر بود در آستانه یک انقلاب و یک تحول بود، ما میخواستیم سریع به اون بر اساس تجربه‌ای که از عراق و افغانستان داشتیم به اون تحوله برسیم و سهمی از این بازار رو بگیریم، اصلا اون کشور
مدل توسعه و تحول سیاسیش تغییر کرد نمیرسید، جواب نمیداد. اون آدمی که ما 2 سال دنبال مجوزاش بودیم به این نقطه ددلاین ورود به این مسابقه نمیرسید، به پایان میرسید، هنوز شروع نکرده بود به پایان میرسید. ما اگر بخوایم سازمان توسعه تجارت رو به عنوان یک سازمان فعال داشته باشیم، به مدل ایدئالش برسیم، باید برگردیم به اون مطالعه‌ای که انجام شده، اون اساسنامه اولیه‌ای که تدوین شده و اون اساسنامه رو احیا بکنیم، بپذیریم که یک سازمان متفاوت باشه. در غیر این صورت رویا پروری میکنیم. خیلی متشکرم که رعایت وقت رو هم فرمودید، دست شما درد نکنه. من قبل از اینکه وقت به شما بدم یه نکته رو آقای صافتل فرمودند که تکمیل صحبت‌های آقای مودودی بودش که به نظر من آقای صافتل دقیقاً شما درست فرمودید. اساسنامه سازمان توسعه تجارت از مترقی‌ترین اساسنامه‌ها هستش. من یک مطالعه رو داشتم می‌کردم، لغت بنگاه نکته که شما فرمودید که تسهیلگری حاکمیتی 43% اساسنامه سازمان تو حوزه تسهیلگری هستش. 43%ش یعنی ما تسهیلگری انجام میدیم. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما می‌بینیم که در این همه وظایف برای سازمان داریم، این همه اهداف داریم و اون شورایی که شما فرمودید، حالا من داخل پرانتزم بگم یکی از کارهای خوبی که آقای مودودی انجام دادن بسیار ارزنده هستش که وقتی اومدن یه جلساتی رو با رؤسای قبلی سازمان برگزار کردن که فکر کنم شما از آنم بودید، خیلی اثرگذار بودش که حالا به دلایلی همون نکته که گفتم این جرأت رو تو مدیریت خیلی وقتا از ماها گرفته میشه. اتفاق افتاد. میخوام اینو عرض کنم، این اساسنامه اینقدر قویه که حالا ما کدومش رعایت میکنیم. متاسفانه از بعد از که شما عزیزان سازمان رفتید تا الان آقای بازاری چند بار تا الان نمودار سازمانی سازمان توسعه تجارت ایران تغییر کرده. نمودار سازمان توسعه تجارت ایران عجیبه برای ما که بخش تولید، بخش کالایی سازمان توسعه تجارت از 4 سازمان حذف شده و گفتن آقا وزارت خونه داره انجام میده. درست آقای بازاری؟ بخش کالا ما نداریم الان. و سازمان توسعه تجارت ایران در چی محدود شده؟ در همون بند که در بخش اول آقای افخمی فرمودند، صدور مجوز نمایشگاه ها. یعنی دیگه اون نظارت هم وجود نداره، اون ارزیابی هم وجود نداره. صدور مجوز نمایشگاه و صدور مجوز هیئت که اصلا وظیفه ما نیستش، اصلا ما وظیفمون اعزام هیئت هستش، نه صدور مجوز. که حالا من میخوام بگم این حکمرانی اینقدر ضعیفه که حالا اینم شما خبردار شده باشید که هفته پیش وزارت کشور یک پیشنویس مصور میره هیئت دولت، آقای عارف اینو ابلاغ میکنه. سال 92 این اتفاق افتاد که برگردون چه اتفاقی؟ آقا استانهای مرزی میتونن مجوز نمایشگاه صادر کنن در کشورهای دیگه. تجربه که آقای افخمی زمان شما داشتیم و این قانون برگشت، چه اتفاقی افتاد؟ من یک خیلی کوتاه عرض کنم. یه نمایشگاهی تو روسیه برگزار میشد به نام ورد فود، شهریور ماه برگزار میشد. درست آقای من یادمه از سفارت تماس گرفتن که آقا همزمان برای این نمایشگاه از 10 تا استان هیئت آوردن اینجا. شما تایید میکنید؟ گفتیم والله ما اصلا خبر نداریم، ما با کدومشون هماهنگ کنیم؟ سفارت رایزن گفتم نمیدونم. این جنگ، این دعوا که لغت زشتی به کار میبرم، این رقابت ناسالم که من بگم آقا استان مرزی ما فلان استان میتونه اونجا مجوز صادر کنه اما استان یزد هیچ کاری نمیتونه بکنه. چرا باید این باشه؟ چرا ما تمرکز از بین میبریم؟ ما آقای بازاری اینجا هستن، من اینو بگم وقت دیگه نگیرم. من برنامه رو زمان شما هم زمان همه عزیزان ما برنامه نمایشگاهی و استان‌ها رو طراحی می‌کردیم بدون اینکه همپوشانی داشته باشه. چرا؟ چون هدف تسهیلگری هستش. میگیم یک بنگاه میخواد در 4 تا نمایشگاه شرکت کنه، این 4 تا نمایشگاه رو باید بتونه شرکت کنه. الان میگن آقا هر استانی هر نمایشگاهی که خودش خواست مجوز بده، چه در خارج از کشور چه در داخل کشور صادر کنه، هیچ مشکلی نداره. امور مرزی رو هم شما میگید آقا نگهبان مرزمون کیه؟ گمرکه. امور مرزی هم به استاندارها واگذار داره میشه. خب این اصلا نشون میده که در حکمرانی تجارت خارجی ما هیچ برنامه‌ای نداریم. من فقط می‌خواستم تایید صحبت آقای صافتل بگم اون اساسنامه انقدر قوی هستش که اگر اجرایی بشود فکر کنم خیلی از مشکلاتمون حل میشه. آقای افخمی ببخشید من یه مقدار وقت شما رو گرفتم، بیشتر شما وقت دارید. نه منم سعی می‌کنم 5-6 دقیقه صحبتمو تموم کنم. پیشنهادم اینه که این مواردی رو که آقای مهندس بازاری گفتن، اینها هر کدامش میتونه موضوع یک جلسه باشه
برای اینکه خوب تحلیل بشه و به نتیجه برسه. لذا اگر تمایل داشت اندیشکده شما میتونه برای آینده این کار رو انجام بده. و چون صحبت کردن در مورد همش یه چیزی به اصطلاح بی خاصیتی خواهد شد، من ترجیح میدم که فعلا روی این بحث حکمرانی یه صحبتی بکنم و بقیه‌شو بذاریم برای جلسات بعد. حکمرانی به نظرم از جنس سیاستگذاری است و دستگاهی یا سازمانی یا فردی میتونه حکمران تلقی بشه که به لحاظ قانونی توان و امکان سیاستگذاری رو داشته باشه و سیاستی رو که او انشا بکنه باید مورد عمل قرار بگیره. اگر سازمان توسعه تجارت ما میتونه به تنهایی چنین کاری رو انجام بده و مثلا در ارتباط با صادرات، در ارتباط با واردات، در ارتباط با ارز، در ارتباط با اونچه که مبتلا به تجارت خارجی کشور هست یا داخلی، چون تجارت خارجی یه بخشی از تجارته، ما وقتی که نمیتونیم به اصطلاح روی قیمت گذاری مؤثر باشیم و بگیم آقا نکنید این کارا رو، خب قطعا در بقیه بخشایی هم که زیر ربط هستیم قادر نخواهیم بود به نحو مطلوب و علمی و حساب شده به اصطلاح سیاست گذاری بکنیم. حالا من اعتقادم اینه که چون مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود داره و تجارت هم خاصیتش تجارت بدون رابطه چه در داخل و چه در خارج شکل نمیگیره. وقتی که ما نمیتونیم روابط خارجی خودمون رو جدا کنیم و بگیم تجارت جدا، روابط خارجی مقدم بر تجارته. اگر روابط خارجی ما روابط توسعه گرایانه‌ای باشه، تجارت خارجیمون هم در همین راستا پیش خواهد رفت. اگر نه محدود کننده باشه، به طور طبیعی سازمان توسعه تجارت کاری رو نمیتونه انجام بده. وقتی یک کشوری مرزش رو به ما میبنده، وقتی یک کشوری بانکش رو با ما میبنده، میگه من اصلا نمیتونم با شما مبادله ارزی داشته باشم، کاری نمیتونیم برای اون انجام بدیم. اگرم بریم انجام بدیم از این جنسیه که میگن تحریم رو دور زدیم، ارزون بفروشیم و گرون بخریم، حاصلش هم میشه که اقتصادمون روز به روز نحیفتر و ضعیفتر بشه. پس اگر جنس تصمیماتی که در سازمان گرفته میشه از جنس سیاست گذاریش، ما سازمان میتونیم بگیم حکمرانی تجارت خارجی رو داریم. اگر نه میشیم یک ساختار سازمانی که میتونه کار اجرا بکنه یا کار پروموت انجام بده و تسهیلگر باشه. به نظر میاد در حال حاضر که سازمان توسعه تجارت کاملا یه سازمان تسهیلگره، اگر تازه وظیفه خودش خوب انجام بده. اینایی که شما گفتید بسیار ناامید کننده بود که چه بلبشویی هست در نظام تجاری که تجارت خارجی کشور. به هر حال اگر خوب کارش انجام بده میشه یک سازمان تسهیلگر. و کجا سیاستگزار میتونه باشه؟ خود وزارتخونه و وزیر سمت باید بیاد این سیاست‌های کلی رو بگه، در قالب هر کدام از دستگاه‌هایی که مسئولیت دارن بگه کار خودشون رو انجام بدید و همدیگه رو پشتیبانی بکنید که بتونه به نتیجه مطلوب برسه. یه نکته هم من در ارتباط با سازمان توسعه‌ای عرض کنم. من استنباطم از سازمان توسعه‌ای به نظر میاد که متفاوت با دوستان هست. ما در وزارت صنعت و معدن و تجارت یه سازمان‌هایی رو بهشون میگیم توسعه‌ای، مثل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مثل ایدرو یا ایمیدرو، سازمان گسترش و نوسازی معدن و صنایع معدنی. برای اونها این توسعه معنا داره. چرا؟ زمانی که در رژیم گذشته هم، در رژیم شاه هم این سازمان ایدرو ایجاد شد، بضاعت و توان مردم و بخش خصوصی به گونه‌ای نبود که بتونن برن کارخونه تراکتور سازی بزنن، برن واگن سازی بزنن، برن نمیدونم ماشین سازی درست کنن. این واقعا زیرساخت فراهم نبود. آمدن این سازمان گسترش رو به عنوان یه سازمان توسعه‌ای ایجاد کردن که بره و این ساخت و ساز صنعتی رو گسترش بده و در مقیاس بالا یاد بده به اونها که بیاید این کارا رو انجام بدید. حاصلش هم 10-20 تا کارخونه بزرگ بود که مرحوم آقای نیازمند خدا رحمتشون کنه ایشون
و مسئولیتشو پذیرفته و این کارا رو ایجاد کرده. همه یادگارا خیلی که از اون زمان در جمهوری اسلامی هم اومدیم می‌خواستیم بخش معدن رو توسعه بدیم و چون نیازمند سرمایه‌گذاری بالا بود ایمدرو رو درست کردیم. درست الگو گرفتیم از ایدرو، یعنی از اونی که قبلا بود درست کردیم و این هم یه سازمان توسعه. این توسعه به این معنای است. من توسعه تجارت رو از جنس این توسعه نمیدونم. توسعه تجارت اینه که کاری بکنه که تجارت در کشور نهادینه بشه، تسهیل بشه توسط بخش خصوصی، توسط تجار و بازرگانان. من اصلا برداشتم این نیست که سازمان توسعه تجارت مثل سازمان گسترش و نوسازیه. نه، یه شباهت اسمی هستش. یه شباهت اسمیه. حتی بعضی از دوستان ما به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی هم میگن سازمان توسعه‌ای. من میگم نه، این سازمان توسعه‌ای نیست. سازمان توسعه‌ای فقط همین دوتان. سازمان توسعه تجارت هم سازمان توسعه. این توسعه با اون توسعه متفاوته. ما باید به گونه‌ای سیاست گذاری کنیم، به گونه‌ای زیرساخت‌های قانونی رو فراهم بکنیم که تجارت در کشور توسعه پیدا کنه. تجارت وقتی توسعه پیدا میکنه که تولید هم توسعه پیدا کنه. اینا به هم وابسته است. این کارا رو باید انجام بدیم. حاصلش این بشه که حجم تجارتمون افزایش پیدا کنه در داخل و تجارت خارجیمون رونق بگیره در خارج. اگر این کارا رو انجام بدیم، سازمان توسعه تجارت به رسالت مطلوب خودش عمل کرده و به اهدافی هم که مشخص کرده به نحو مطلوبی خواهد رسید. امیدوارم که حالا در جلسات بعدی مسائل بیشتری رو در این خصوص با هم گفتگو کنیم. سازمان توسعه تجارت اشتباه ترجمه شده. توسعه تجارت چون پروموشن دیگه، ترویج تجارته. در از سازمان ترویج تجارت بوده، حالا اشتباهی یا دیولپمنت ترجمه کرده. دیولپمنت ترجمه. ولی واقعیت قضیه اینه که مدل کلامی ادبیات بیشتر توسعه بود. اینم حالا قاطی بقیه توسعه. واقعیت قضیه اینه که اگر مثلا مراکز تجاری رو اختیار داشت که خودش میرفت واقعا پیاده سازی میکرد، اگر میتونست مثلا همین بحثای مثلا شرکت‌های مدیریت صادرات رو خودش شروع میکرد و بعد واگذار میکرد، یعنی همون نقشی که توی مثلا ایدرو داریم که آقا مثلا خودش میره وارد صنایع بزرگ میشد که جرئت نمیکنن صنایع کوچک وارد بشن و بعد کم کم اینا رو واگذار میکرد. همین رویکرد رو ما تو تجارت هم اگر می‌داشتیم شاید میشد بگیم آقا یه داره اینم نگاه توسعه‌ای دارد. ولی خب متأسفانه که نیست. نه خیر. خیلی ممنون، تشکر آقای بازاری. جنبندی منم یک دقیقه تکمیل فرمایش دوستان. بله. ببینید پس حالا مجموعاً بحث‌های بسیار خوبی رو دوستان مطرح کردن. به نظر من خب بایستی بریم در حکمرانی تجارت خارجی به سمت رضایت مردم. یعنی ما اثر بخشیمون اگر منجر به رضایت مردم شد، در واقع میتونیم بگیم یه حکمرانی خوب در این حوزه داریم که خب الان که اما و اگر زیاد هست. منتها از کلان موضوع من باز همین موضوع رو با دو مرتبه تاکید میکنم. واقعیتش در شرایط فعلی که الان کشور هست، من به نظرم این ضرورت برای اصلاح ساختاری و نهادی هست در حوزه تجارت خارجی، چون واقعیتش این است که بالاخره بیش از هر زمان و حتی نسبت به چند ماه گذشته الان شرایط پیش رومون نیاز به ارزیابی کلانتری داره برای تأمین کالا و خدمات. حالا اون بخش ظرفیت سازی که من هنوز تأکیدم هست که واقعا ظرفیت سازی داخلی خارجی رو باید داشته باشیم، از تمام فرصت ها استفاده بکنیم. دوستان اشاره کردن بالاخره قطعا الزام اصلیش که خب اگه قرار باشه ما بالاخره به اعداد ارقام و اهداف آنچنانی هم برسیم، واقعا بدون ارتباطات بین المللی نخواهد شد. منتها الان بالاخره ما در حکمرانی که امروز داخلش هستیم در حوزه تجارت، تأمین ارز، کالا و خدمات برای مردم در واقع جزو اولویت هاست که خب بایستی در واقع بهش کاملا توجه کنیم. ما الان در حوزه اوکراینی صادرات 18 تا دستگاه در شورای صادرات عضوند. آیا اینا همه وظایف اوکراینیشون رو به درستی انجام میدن؟ واقعا اینجوری نیست، چون صادرات حال خوبی نداره و من به نظرم سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان مرکز به قول معروف نگیم فرماندهی، بگیم هماهنگی،
این چند تا به نظرم مشخصه رو باید واقعا ایفا کنه، چند تا وظیفه‌شو و نقششو ایفا کنه که یکیش جسارت مدیریتی در هماهنگی موضوع، طرح و برنامه مشخص باید بده. ما الان رو استراتژی‌ها طرح برنامه مشخص هنوز نداریم، این رو حتما باید بهش توجه جدی بشه. تعریف پروژه‌های عملیاتی خیلی خوب در حوزه تجارت، حالا به خصوص در حوزه صادرات، اینکه تولیگری سازمان باید هوشمندانه باشه در مواجهه با حوزه‌های داخلی و خارجی، باید حتما این تولیگری رو هوشمند در واقع پیگیر بکنه. یکی قدرت هماهنگیشو در واقع ببره بالا، یعنی توان و قدرت هماهنگی سازمان بایستی حتما ارتقا پیدا کنه. و این که بالاخره در شرایط بحرانی که حالا بحران نمیخوام بگم، میخوام بگم محدودیت‌های خیلی شدیدی که شاید پیش بیاد، بالاخره باید انعطاف پذیری فعالی داشته باشه، بتونه سریع ساختارشو چابکسازی بکنه، منابع انسانیشو، فرآینداشو، منابعشو، اینا رو همه رو بتونه در کمترین زمان در واقع آداپته بکنه با شرایطی که داره رخ میده در واقع در آینده. و نکته‌ای که به نظر من مخفول موند این که ما هممون در مورد صادرات خیلی تاکید کردیم، ولی واقعا نقش سازمان توسعه تجارت در مدیریت واردات هم کاملا مشهوده و کاملا فراموش شده. هیچ اختیاری الان دست سازمان توسعه تجارت برای واردات نیست. من تشکر میکنم از دوستان عزیزم که تشریف آوردن و موارد بسیار جذابی رو گفتن که همونطور که آقای مهندس افخمی فرمودن اینو هر کدوم یک جلسه میخواد. من این قول از دوستان میگیرم که در جلسه دیگه اگر فرصت داشتن خدمتشون باشیم. من فقط سرفصل ها رو عرض میکنم، بحثایی که دوستان کردن که هر کدوم شاید یک دو جلسه بخواد بحث خصوصی سازی در حوزه تجارت خارجی، عدم قیمت گذاری دستوری، شورای عالی صادرات، تمرکز زدایی، بازارهای جدید، روابط بانکی، بسترسازی، مقررات صادرات و واردات، ظرفیت سازی، مگا پروژه ها و موضوعات دیگه‌ای که مثل برند که دوستان گفتن، موضوعاتی هستش که هر کدومش یک یا دو جلسه کار می‌خوره. به هر حال تشکر می‌کنم از دوستان. نکته پایینی آقای مودودی اگر دارید بفرمایید. همین که مدیریت واردات هم جزو لیست مهمی است و ممنون از شما که این جلسه رو گذاشتید و باعث خوشبختی بود که ما در خدمت اساتید بودیم. آقای صافدر نکته پایینی اگر خدمت باشه. خیلی ممنون. من از شما تشکر می‌کنم و همچنین آقای بازاری که باعث دیدار شدید. من خیلی وقت بود که آقای مودودی و آقای افخمی رو ندیده بودم، خیلی خوشحال شدم و شاید یکی از دلایل استقبالم از این جلسه این بود که هر چه زودتر شماها رو ببینم و امیدوارم که اثری داشته باشیم در تسهیل تجارت کشور. آقای افخمی نکته پایینی. واقعا خوشحالیم. حقیقتا اون چیزی که آقای صافدر میگن در دل ما هم هست. یعنی من خوشحال شدم که دوستان رو دیدم و بازگو کردیم قدری از تجاربی که در اون مقطع مسئولیتمون داشتیم، به این امید که شاید کسانی که در حال حاضر مسئول هستن بشنون اینها رو و انشاءالله مورد عمل قرار بدن که به مراتب بهتر از ما نتیجه داده باشه دوران مسئولیتشون. آنچه مشاهده فرمودید اولین برنامه از سلسله نشست‌های حکمرانی تجارت خارجی، بایدها و نبایدها بود که در خدمت دوستان عزیزم، اساتید خودم، رؤسای کل اسبق سازمان تجارت ایران، جناب آقای مهندس افخمی راد، جناب آقای مهندس صافدر و جناب آقای مهندس مودودی در کنار دوست عزیزم، همکار بسیار گرانقدرم آقای بازاری به سمع و نظر شما رسید. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. انشالله در برنامه‌های دیگه این برنامه فتح بابی باشد برای سایر برنامه‌ها. ما از دوستانی که حضور دارن اینجا جلوی دوربین قول میگیم در برنامه‌های دیگه در خدمتشون باشیم. انشالله که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و بتونیم گامی در جهت آبادانی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران برداریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپارم.